سلام، سالار قاسم زاده هستم. خیلی خوشحالم که با یک جلسه دیگر همراه شما عزیزان هستیم. تله های پنهان در بازار فارکس که هیچ کس به شما نمیگه. مورد اولمون لوریج بالا و تاثیرات مخرب آن. ببینید خیلی راحت و خلاصه بخوام راجع به این ویدیو باهاتون صحبت کنم، این بخشه اینه که ببینید شما اگر $1000 سرمایه بیارید، $1000 که میشه خب 1000 مارجین توی بازار. ما توی بازار فورکس که در جلسه قبلم گفتم فورکس، ما دلار، یورو، پوند، یر، تومن، ریال، اصلا همچین چیزایی برای ما معنی مفهوم نداره. ما چیزی که میشناسیم مارجین هست. خب شما الان 1000 مارجین بیاری وسط، $1000 بیاری وسط، میشه 1000 مارجین. یک لورج 1/500 هم براش انتخاب کنی، بخوای اوردر تو اینیشییت کنی. یک مثال خیلی ساده است براتون میزنم. اگر بازار فقط 5 دهم درصد علیه اوردرتون، یعنی شما بای گرفتی بیاد سل بشه، اگر سل گرفتی بیاد بای بشه، 5 دهم درصد، 5 دهم میگم و 1% نمیگم، 5 دهم درصد علیه شما. حالا لاتتون بکنار که با یه لات های نجومی هم میزنید بکنار، حالا ما یک لات استاندارد رو در نظر میگیریم. شما 5 دهم درصد اکانتتون بره توی منفی، کل اکانتتون کال میشه. چرا؟ چون لوریجتون بر اساس و اصول و استاندارد انتخاب نکردید. حالا من راجع به بخشای بعدی که میخوام راجبش صحبت کنم میگم، ولی الانم بگم خالی از لطف نیست. از نظر استاندارد جهانی، شمایی که باید ورود کنی به بازارهای مالی فارکس باید $100,000 پول داشته باشی. $100,000 پول داشته باشی که بتونی از نظر استاندارد جهانی خب شما بتونی ترید رو شروع کنی. که بیش از 99% افرادی که توی کشورهای آمریکایی دارن فعالیت میکنن، اولا وام میگیرن از بانک ها، دوما خانم‌های خانه‌دار هستن، حالا مابقیش املاکی ها هستن و غیره. ولی بیش از 90 تا 99% خانم‌های خانه‌دارن که میان سری اکانتشون هم کال میکنن، کاری به اینم نداریم، ولی وام میگیرن، وامشون هم پس میدن. $100,000 باید سرمایه داشته باشی. خب چون وقتی اینو نداری پولتون کمه، که در حالا مورد بعدی که مورد سوم قرار راجبش صحبت کنیم بهتون میگم، فعلا اینو بدونید بد نیست. خب شما استاندارد لوریج رو نمیدونی که آقا لوریج من باید چند باشه. اصلا بروکری میاد لوریج 1/3000 به شما میده، شما چرا 1/3000، 1/2000، 1/5000 رو نباید قبول کنی؟ اینا اصول داره، استاندارد داره، منطق داره. خب همیشه بهتون گفتیم راجع به یادگیری توی 2 جلسه قبلا بیشتر بهش تاکید کردیم و این جلسه هم راجبش باز صحبت میکنیم. باز قرار صحبت کنیم. اصول و منطق اصلی این بازار علمشه، باید علمش رو یاد بگیرید. حالا شما 5 دهم درصد اکانتتون بره توی منفی، 100% کال میشین، 100% کال میشین و حسابتون صفر میشه. خب صفر شدن یعنی چی؟ 0.83 بشه اکانتتون، یعنی شما کال مارجین هستین. خب 0.83 که حالا میشه تقریبا 80 سنت، زیر $1 هست، 83 سنت میشه گفت. زیر $1 بشه شما اکانتتون کال مارجین هست دیگه. مهم نیست چقدر آوردی وسط، شما باید لوریجتون رو بر چه اساس و پایه انتخاب کنی؟ بر اساس و پایه استاندارد جهانی. که اگر $100,000 داشتی، حالا اینو کوتاه میگم نمیخوام زیاد راجبش توضیح بدم، شما اگر $100,000 بیاری توی بازار فارکس، شما باید لوریجتون چند باشه؟ 1/50. 1/50. خب پس حساب کن زیرش اگه بری باید نهایتا لوریجش 1/200 باشه. 1/200 که نباید بیشتر از اون باشه. و اگر سرمایه‌تون بالاتر و بیشتر از $100,000 بود، باید هم دوباره لوریج بگیری. خب
لورج بگیری که خب مثلا 1 به 200، 1 به 300، 1 به 500 هم میتونی بالای 100,000 دلار داشتی نسبت به اکانت سرمایه بگیری. خب حالا بیایم راجع به خود لورج بخوایم صحبت کنیم که لورج چی هست. 2 ساعته دارید راجع به لورج صحبت میکنیم ولی خب آقا من نمیدونم لورج چی هست. لورج یعنی شما اهرم مالی که از بروکر میگیری، یعنی میاد سرمایه که میذاره وسط، شیر میگیم ما بهش، شیری که میاره میذاره وسط، شما میتونی اوردرهای بیشتری رو اینیشییت کنی با اون پولی که شما $10 $50 $100 میاری وسط، نمیتونی یه دونه اوردر هم باز کنی. بروکر میاد لورج میده به شما، ضرب میخوره، شیر میشه براتون، سهم میاره وسط. وقتی شما یک، حالا توی جلسه های آینده هستش که راجع به بروکرهای ای بوک و بی بوک داریم صحبت میکنیم، خب اونجا متوجه میشی که اصلا ای بوک داره چیکار میکنه، لورجش رو چطوری بهت میده، بی بوک داره چیکار میکنه، سرمایه تو کجا میره، از کجا میاد و کلی موارد دیگه. خب پس اهرم مالی که شما از بروکر میگیری رو میگن لورج و به بازارهای فارکس ما میگیم بازارهای لورج دار، ولی بازارهای سرمایه گذاری، حالا فرق نداره بورس ایران باشه، کریپتو باشه یا سهام باشه، هر کجا ما لورج میدیم، لورج نمیگیریم. یعنی چی؟ وقتی من میرم یک ارز، یک سهمی رو میگیرم، دارم برای سازنده اون، برای اون کمپانیه، برای اون شخصه لورج میدم، کمک مالی، اهرم مالی میدم بهش که آقا برو مشکلاتتو، برو فلان کارتو حل کن از نظر فنی. ولی شما فکر میکنی که توی بازار سرمایه گذاری چیکار کردی؟ اومدی اون ارز رو گرفتی به امید یک روزی که بیاد بالا و شما سود کنید، به فکر سودی، به فکر این نیست که آقا من دارم لورج میدم تو این بازار. خب پس بازار فارکس که بازارهای لورج دار هست، بازارهای کریپتو یا سهام یا کلا سرمایه گذاری بهش میگم بازارهای بدون لورج. و خب سعی کنید توی بازارهای بدون لورج هم شرکت کنید، کاری به این ندارم، ولی خب توی بازارهای لورج دار که شرکت میکنید بدونید که آقا لورج من، اهرم مالی که کمکی که من دارم میگیرم، شما فکر کن داری قرض میگیری، قرضی که دارم من میگیرم چطوری باید پسش بدم. این که یک، توی ضرر شما تنها هستی، قانون اول شما توی ضرر تنها هستید، هیچ موقع بروکر نمیاد لورج یا شیری که براتون یا همون سهمی که براتون آورده وسط رو ببره توی منفی، پس توی منفی تنها هستید. توی سود هم با شما سهیم هست. خب این مورد رو بدونید. ببینید الان وارد بخش دوم میشیم، نقش بروکرها و کارمزدهای پنهان. خب الان از این لورج بریم سمت این کارمزد پنهان ها و نقش بروکرها و علت های دیگه که ما بیشتر میخوایم بروکر رو در یک فصل دیگه، در یک جلسه دیگه بیشتر بشناسیم، ولی خب ما یه بخشش رو اینجا داریم صحبت میکنیم. ببینید توی بازار یورو یو اس دی مثلا در نظر بگیریم، اسپریدش چنده؟ اسپریدش 2 پیپ در نظر بگیریم، 2 پیپ. وقتی شما میای یک اوردری رو باز میکنی، اینیشییت میکنی، فعال میکنی، خب یهو میبینی که اسپرید، خب ساده بگم مهم اون رقمه نیستا، کاری خیلی مهمه ها، خیلی خیلی مهمه برای من قاسم زاده، خیلی مهمه، ولی خب فعلا میخوام آموزش بدم میگم مهم نیست. اون مهم نیست، عدد مهم نیست چنده، 1 2 5 60 هر چنده. خب من میبینم، انتخاب میکنم، وارد بازار میشم، چند پیپ هست، خب که بیشتر از حالا 1 و 2 فلان نیست. خب شما 2 پیپ رو در نظر میگیری، وارد بازار میشه، یهو میبینی چی میشه، اتفاق میفته. این مسئله رو خودم هم به چش دیدم، هم خیلیاتون هم شاید به چش دیده باشید. اوردرتون رو که اینیشییت کردید، یهو یه گپی میزنه، یه فاصله بزرگی میندازه که تا بیاد این اسپرید رو پر کنه، شاید شما خیلی از بازار از دست داده باشی. خب این یک بهش نمیخوام، اینا یک کارمزدهای پنهانی هستن که بروکرها دارن از من تریدر، از توی تریدر، از توی تازه کار، از توی پرو تریدر میگیرن. خب که نمیدونی از کجا باید چی کار کن. وقتی رو 2 پیپ حساب کردی که گفتم مهم نیست ولی الان مهمه، خب رو 2 پیپ حساب کردی، ببینیم ما یک خطی داریم که داره کندل رو تشکیل میده اینجوری. خب
یه خط دیگه هم توی تنظیمات متاتریدر هست، بیاید اضافه کنید اینجا میفته که حد فاصله این دو خط میشه اسپریدشون. یهو میبینی اینقدر کوچیکه، یهو میبینی اینقدر فاصله میندازه. خب اگر تو این دو پیپه مثلا انقدره، یهو اوردرتون رو که اینیشییت میکنید این حد فاصله این دو انقدر بشه، این بازار اینجوری بشه بالا پایین بشه، شما توی ضرر هستید، توی سود نیفتادید. تو شما باید این اسپرید رو رد کنی. حالا سل بازار رو گرفتیم بیاد پایین، با بازار رو گرفتی بیاد بالا. خب این حد رو رد کنی که بتونی برسی به سود. خب که این نمیخوام خیلی اصطلاحات رو، خیلی کلمه ها رو اینجا به کار ببرم، چون نه اینکه برای بروکر بد باشه، برای خودمون بده. خب به خاطر همین هم خیلی حرفا رو نمیزنیم، ما فیلترش میکنیم، رد میکنیم، شما بگیریم من چی میگم. بعد سعی کنین از بروکرهایی که رگوله دارن، معتبرن. آقا وقتی با یه بروکر داری کار میکنی، ببین رگوله هاش چیه، آورده هاش چیه، چه برایندی برای خودش داره، از کجا اومده داره به کجا میره. خب این رگوله هاشو بدون. و دومی موردی که هست، شما حتما قراردادی که جلوتون میذاره میخونید. البته نمیخونید، 100 به 90 تون نمیخونید. خب تیکشو میزنید و ثبت نام میکنین. اکثرا 100 به 90 اینجوری. اون قرارداد رو بشینید بخونید که آقا میگه من میتونم نقض قوانین کنم، میتونم حساب شما رو خالی کنم، میتونم اگر شرایط عوض شد تحریم شدین ما هم تحریمتون کنیم، فلان کنیم، بسار کنیم، از این حرفا. اصلا این اتفاقات توی اون قراردادشون نوشته. بعد شما فردا روز نمیتونی مدعی بشی که آقا من $10,000 پولم توی بروکر بود بلوکه شد. چرا بلوکه شد؟ چون شما قراردادشون نخوندی. از نظر حالا سیاست های سایتی، تماما هر سایتی که میری، اصلا فرق نداره، میری توی دیجیکالا، میری توی یک سایت دیوار، همه سایت ها یک قوانین و یک استاندارد، حالا بعضیشون خیلی مشابه، مثل کوکی سایت ها مشابه. میگه آقا ما اطلاعات شما رو میگیریم، برای متا میفرستیم که آقا حساب کتاب کنیم که شما با چه سیستمی اومدی، سیستم عاملت چطوری بود، فلان بود، آی پیتون چی بود و فلان و فلان و فلان، برای بهبود. مثلا شما فکر کن یه بار با موبایل میبینی، یه بار با سیستم میبینی. موبایل ها خب نیتیو هستن دیگه، خب یعنی واکنشگرا هستن که باید به صورت واکنشگرا نشون بده، که یهو میبینه با خطا نشون میده براتون. خب این کوکی ها رو میگیره که خب بررسی کنه که آیا در موبایل، حالت موبایل که هست خطایی هست یا نه، در حالت دسکتاپ یا تبلت مود خطایی هست یا نه. اینا خب یه چیز مشترکی هستن. ولی خب موارد تخصصی تر اینه که شما وقتی ثبت نام میکنی یه قوانینی میاد وسط، وقتی میخوای یه محصولی بخری تیکشون میزنی، جایی که تیک میزنی حتما اون قوانین رو بخون. خب که آقا مثلا ما محصولی براتون فروختیم، این محصول معیوبی هست، شما این مورد رو انتخاب کردید، با فلان قیمت داریم برای شما میفروشیم. اگر شما بخوای شکایت هم بری بکنی دستت به جایی نمیرسه توی خود ایران. میگه آقا ما قوانین داریم اینجا براشون نوشتیم، نخوندن مشکل ما نیست. پس شما هم توی بروکر وقتی دارین ثبت نام میکنین حتما اون قوانینش رو بخونید که فردا روزی به مشکل بر نخورید. مورد بعدی، ببینید بعضی از بروکرها هستن که 100 به 90 تون هم دیدین و خودمون هم دیدیم. ببینید بروکرهای عمدتاً ضعیفی هستن و خب بهشون میگیم بی بوک بروکر دیگه. خب یعنی شرایطشون هم خیلی 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 فرق میکنه. شما اوردرتون رو میخواید اینیشییت کنید، مثل دقیقاً پینگ. خب مثلا میخوای بری بازی پلی بدی یا یه کاری بکنی، یا مثلا اینستاگرام وی پی ام میزنی، اون بغل پینگ تو برات نشون میده که پینگ 600 700 1000 3000 چند. خب بعضی موقع من خودم فکر کردم که آره مثلا یهو پینگم رفته بالا. خب مال الان نیست، صحبت مال خیلی وقت پیشه. خب که آره پینگم رفته بالا، نتم ضعیف شد، باز فیلتر کردم، باز فلان کردم، باز بیسار کردم، اینترنت اینجوری شد اونجوری شد. خب اوردر من اینیشییت نمیشد، فعال نمیشد، اکتیو نمیشد. این مشکل از سمت من بود؟ نه آقا، این مشکل از سمت بروکر بود. در نوسانات، در حالا بخشایی که فاندامنتال میاد تاثیر میذاره توی بازار، یک حرکت های خیلی شارپی اتفاق میفته. خب
میاد کلا اوردرها شاید حداقل زمانی 30 ثانیه زمان ببره. من میخوام 30 ثانیه کم نیست، شما فکر کنید 30 ثانیه کمه. خب شما میبینی توی بازار طلا هستی، توی بازار مثلا فلان هستی که والیلیتیش خیلی بالاست، توی 30 ثانیه شاید ممکنه یک کندل شارپی بزنه بره پایین، خیلی سود بده، بالای $10,000 به سود بده. پس 30 ثانیه کم نیست، بس 1 ثانیه کن توی بازارهای مالی. خب اوردر فعال کردن رو میگم، نه اینکه بهتون بگم توی 30 ثانیه برین سود کنین بیاین بیرون. نه، اوردرتون باید سریع اجرا بشه. اوردرتون باید سریع اجرا بشه. خب وقتی میزنید اکتیو بشه. خیلی موقع میبینید که آقا وقتی هی میزنی اینیشیت ولی فعال نمیشه، بعد یهو میبینید 10 تا اوردر برات باز شد. بعد شما فکر میکنید که مشکل از اینترنتت بود، ولی در صورتی که مشکل شما از اینترنتتون نیست، از عملکرد ضعیف بروکر هست. خب بریم حالا مورد سوم که تایم ویدیو باز طولانی نشه، راه‌های شناسایی و جلوگیری از تله ها. ببینید شما آموزش های کاملتون رو ببینید در دوره‌ای که خواستین شرکت کنید، ولی به صورت آکادمیک آموزش ببینید. خب ما خودمون به تمامی دانشجوامون هم میگیم توی 6 ماه دوره آموزششون یعنی حد اکثر ترین حد ضرری که میتونن بذارن 1%. 1%، نه بیشتر نه کمتر. 1% حد ضرر میتونن اعمال کنن توی معامله هاشون، توی اوردرشون استاپ ست کنن. بعدها که خب بازم به صلاح دید خودمون که ببینیم عملکرد دانشجو چطوره، اینو میکنیم 2%. دیگه از 2% نه بیشتر میشه نه کمتر میشه. پس شما الان من کاری به سطح سواد شما ندارم، شما 2% رو در نظر بگیری. خب اگه میخوای میدونی که سطح سوادت پایین تره 1% رو در نظر بگیری. نه خب شخص مدعی هستی میگه خب من همه چیز رو میدونم، این مدلی هستی دیگه، شما 2% بذار دیگه، کاری به این نداری. خب مدیریت ریسک رو بلد باشی، این یعنی از نصف بیشتر راه رفتی، آموزش دیدی، با افراد با تجربه نشست و برخاست کردی و میکنی. و از کنم خدمتتون از این تله های بازار یعنی من راحت میتونم بیش از 70-80% میتونی جلوگیری کنی. خب یک مثالی براتون بزنم. خود ما کسی از کس دیگه ای نمیخوام مثال بزنم براتون. من قبلا، چون الان اکانت های نانو دیگه در اکثر بروکرها یا اکثر حالا پلتفرمایی که هستیم حداقلش شده $50. ولی قبلا در یک بروکر داشتیم کار میکردیم، حتی با $1 هم میتونستی شما ترید تو سالار شروع قاسم کنی. زاده. خب ما با $10 کاری به این ندارم چند درصد سود کردیم در چه مدتی، ولی در یک مدت کوتاهی شاید باورتون نشه $10 رو در هول و هوش 36 ساعته، که نه اینکه 36 ساعت یک کله بشینیم پشت چارتا ها. خب توی 36 ساعت حالا کمتر یا بیشتر ما نزدیک 200-250 دلاری کردیم $10 رو. خب این که خب میدونیم تلاهاشو، میدونیم کجا مثلا بازار داره چی کار میکنه، نقاط فریب بازار رو میدونیم میشناسیم و حالا خب جهت بازار رو متوجه شدیم. ببین ما اصلا کلا اینو بهتون بگم اضافه بر سازمان هست، ولی خب میگم یه بعضی چیزها میاد دیگه، میاد تو دهنمون باید بگیم. ببینیم ما توی بازار کلا فکر کنم نمیدونم توی این جلسه بود یا توی جلسه قبلی بود گفتم قیمت نداریم ولی موومنت داریم. موومنت به چه معنی هستش؟ موومنت به دو معنی هست، یک روند، دو حرکت. ما هم روند داریم توی بازار، هم حرکت داریم. شاید توی یک حرکت صعودی باشیم ولی توی یک روند نزولی باشیم. خب که اینا رو باید شما متوجه بشی که آقا موومنت من یعنی چی. بازار بر اساس موومنت میره جلو، نه پیوت. پیوت میندازی نواحی مقاومت یا حمایت، ساپورت، رزیستنت، فلان 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 فلان، اینجا نمیدونم مقاومت روزانشه، اینجا حمایت ماهانشه، فلانش. اصلا اینا معنی مفهوم نداره توی بازار فارکس. خب
اینا خیلی عوامل مهمی هستن که شما بدونی از بازار چی میخوای، دنبال چی هستی. خب اصلا توی بازار فارکس توی چارتی که جلوت باز کردی فقط کندل میبینی. کندل ها رو چرا میبینی؟ چون زمان بهش اضافه شده، چون پیپ بهش اضافه شده، به خاطر همین شما کندل ها رو میبینی. خب وگرنه خود قیمت توی بانک اینجوریه، همین نهایتا یه کوچولو اینجوری بالا پایین بشه، چون زمان نداره که حرکت کنه، موومنت اتفاق بیفته، ثابته اینجوری بالا پایین میشه توی یک راستا. خب توی بانک ها اینجوری بانک اینو میبینه، بانک کندل نمیبینه، کاری به کندل نداره، میبینه ها خود بانکی که بانکداری و مؤسسات دارن با اون قیمت ها خرید و فروش انجام میدن، دیگه کندل رو نمیبینن چون قیمت ثابته. یورو یو اس دی یک به یکه. خب یک به یک هست دیگه. مابقی اعدادی که شما میبینی پشتش، عدد آخر که میشه پیپتس، مابقی که 4 تا 3 تا صفر که میبینین توی بازارها اونا پیپ هست دیگه. مابقی اون 1/1000 قیمت شما پیپه دیگه، مابقی قیمته. خب ما تغییرات اساسی توی بازار فارکس روی قیمت نداریم، ما روی پیپ داریم خرید و فروش انجام میکنیم. ما هم چیزی نمیخریم، چیزی هم نمیفروشیم، ما تحلیل میکنیم، ما تحلیلگریم. اینا رو بدونیم خیلی موارد فنی تری هستش که بدونید به خیلی به کارتون میاد، خیلی به کارتون میاد. تا این حد میتونم بهتون بگم، چون نمیخوام تایم ویدیو خیلی بیشتر بشه و خیلی زمانتون گرفته بشه. جلسه بعدی هم ببینیم جلسه بعدیمون راجع به چی هستش. جلسه بعدیمون سعی میکنم که گفته بودیم 5 جلسه باشه که اگه بتونم توی 4 جلسه خلاصش کنم خیلی خوب میشه. نتونستم 5 جلسه، که جلسه بعدیمون راجع به آی بی ها و بروکر ها هستش که نمیدونم حالا فعلا بروکر ها رو در اول بگم یا آی بی ها رو، یا آی بی ها رو اول بگم بعد بروکر ها رو. به نتیجه میرسیم ولی خب سعی میکنم اول بروکر ها رو بگم بعد به آی بی ها برسیم. پس سابسکرایب و لایک و کامنت یادتون نره. تا جلسه بعد موفق و پرقدرت بمانید.